در روزگاران قدیم دو تا دو تا کیمیاگر بر سر مشکلاتشان بحث و جدال می‌کردند. ای کیمیاگر، اندی مشکلی برایمان پیش آمده. چی؟ آیا از کوچکیه؟ نه بچم که همش دارد گریه میکند، اسباب بازی میخواهد. بچه که نرخریست برای خودش، چه ارعری میکند؟ آری، باید مشکلش را برطرف بکنیم، راه حلی برایش به وجود بیاوریم. کوچیک است؟ نه خره، کیمیاگر. اون مشکل هنوز به وجود نیامده، اون آینده نیستیم که هنوز قدیم همه گنده بوده. مشکل طبیعی، چیزای طبیعی میخوردن. آره. مشکل دومی داریم. چه؟ ظروفمان کثیف مانده است، باید موادی درست بکنیم تا بتونیم ظروف رو تمیز بکنیم. خانه که چه بگویم، اندونی است برای خود. آری، باید مایعی درست بکنیم که بتونیم ظرف‌هایمان را تمیز بکنیم. و در انتها فرمولی اختراع کردم که ماده‌ای به من تحویل میدهد به نام پلاستیک. پس ای از چیست؟ نه اینو از آینده آوردیم، ویدیو رو خراب نکنید. دقیقاً جدی می‌خوایم پلاستیک درست کنیم. آره عزیزم. واو، تو یک نابغه‌ای. قربانت، بلند شو که سریعتر بریم کیمیا بگریم. بریم بگریم.